دوستان سلام، حیدری هستم از گروه فنی مهندسی کامیاب مرام. امروز با شما هستیم تا سرویس پس‌درو رو توی HMI وینتک نکاتش رو با هم بررسی بکنیم. تصور کنید که شما تعداد زیادی از PLC ها رو با پورت سریال دارید از برندهای مختلف مثل دلتا، فتک و میتسوبیشی که میخواید حالا یا باهاشون آنلاین بشید، برنامه دهی بکنید یا دیباگ انجام بدید. خب طبیعتا سخته شما بخواید دونه دونه به محل هر کدوم از این PLC ها مراجعه بکنید، کابل مخصوص رو بزنید. این از زمانی کاملا به نوعی جالب نیستش. ولی اگر شما یه HMI وینتک داشته باشید توی اون سطح فیلدتون، با استفاده از قابلیت پس‌درویی که به شما میده، میتونید این مواردی که گفتیم رو به راحتی انجام بدید. خب روی شماتیک بریم. من از برند دلتا اینجا از دو تا از PLC هاش، یعنی 12 SA2 و 12 SAE استفاده کردم. استیشن نامبر این 3 هست، این استیشن نامبرش 4 هستش. از طریق R485 این دوتا PLC اونها رو به پورت کام 2 HMI وینتک وصل کردم و از برند فتک هم FPS 1480T2 رو از طریق R332 به کام 1 HMI وینتک اتصالش رو برقرار کردم با استیشن نامبر 3. اینور هم ارتباط من با پیسیم از طریق اترنت برقرار، یعنی پورت اترنت HMI رو به پیسی من وصل کردم. خب حالا هدف چی؟ هدف اینه نه هر کدوم از نرم افزارهای مربوط به این PLC ها رو که من اینجا بالا میارم بتونم با استفاده از این HMI وینتک که اینجا داره نقش گیتوی رو هم برای من بازی میکنه، علاوه بر بحث مانیتورینگ، ارتباطم رو با اینها برقرار بکنم و اون مواردی که گفتیم رو برامون انجام بده. خب توی قدم اول اگه من توی نرم افزار ایزی بیلدر برم، باید توی قسمت سیستم پارامتر درایور مناسب رو انتخاب بکنم. برای فتک من از این درایور استفاده کردم. اینترفیسم R332، استیشن نامبر دیفالت من روی 3 هستش و کام من هم تنظیماتش اینه. برای دلتا هم سری DVP من اومدم از این استفاده کردم. اینترفیس من R485 2 سیم است و به کام 2 وصل کردم. شروع استیشن من هم 3 هست، چون اینجا گفتیم که این 3 و این 4 هستش. خب توی قدم بعدی من یه سری استاتوس رو اینجا آوردم که ببینم وضعیت ها به چه صورته و میخوام یه سری رجیستر رو هم از طریق اینها مقدار دهی بکنم. خب اگه توی 12 SAE من برم، چون استیشن شروع من 3 بود و به نوعی این همون استیشن شماره 3 من هستش، Y1 رو به همین سادگی اختصاص میدم و D20 رو هم ازش میخوام مقدارش رو تغییر بدم یا بخونم. ولی توی برای 12 SAE2 اگه من برم، آدرس یه مقدار متفاوته. یعنی من اول اومدم گفتم استیشن نامبرش رو آوردم 4، بعد یه هشتگ گذاشتم و وایسف رو ازش اینجا خوندم، یعنی وایسف از استیشن 4 با این آدرس دی. و برای D10 هم گفتم استیشن 4 D10 رو میخوام اینجا مقدارش رو ببینم. برای سری FPS هم اینجا من Y2 و RST رو بهش آدرس دی کردم. خب یه سری حافظه داخلی مهم هم ما داریم اینجا که 9902 هست که من اینجا توضیحاتش رو آوردم. دستینیشن کامپورت، یعنی اون کام ارتباطی که ما میخوایم سرویس پس‌درو رو باهاش انجام بدیم رو اینجا مشخص میکنیم. وضعیت کنترلی این سرویس رو ما میتونیم اینجا تعیین بکنیم. یعنی اگر من میخوام برنامه دهی بکنم PLC'م رو، بهتره که این رو روی 2 قرار بدم تا سرعت دانلود و آپلود و ارتباط با PLC من زیاد بشه و بعد از اینکه عمل آپلود، دانلود و آنلاین شدن من انجام شد، این رو روی 0 قرار بدم. توصیه میشه اگر حجم برنامه زیاد هست، برای اینکه ارتباط شما سریع انجام بشه و دانلود شما سریع انجام بشه، این رو اول روی 2 قرار بدید و نهایتا این رو روی 0 قرار بدید تا ارتباط مانیتورینگ دوباره به حالت اول برگرده. اگر شما این رو روی 2 قرار بدید، ارتباط مانیتورینگ قطع میشه. سرور پورت نامبر هم اینجا هستش که این رو توی تنظیماتی که جلوتر انجام میدیم ما آوردیم. بهتره که این صفحه تنظیمات رو شما در اختیار هر کسی قرار ندید و اگر با تحت عنوان ستینگ آوردید بهش یه سکیوریتی رو اختصاص بدید. خب برنامه رو دانلود بکنید روی HMI و
اینجا یه نکته‌ای که اهمیت داره این هستش که زمانی که شما نرم افزار ایزی بیلدر پرو رو نصب می‌کنید، یه قسمتی تحت عنوان یوتیلیتی منیجر برای شما اضافه میشه. اگر توی این قسمت بیاید اینجا و این رو یک بار رام بکنید، برای بار اول میبینید که اینجا شما گزینه اینستال رو دارید. یعنی شما باید توی قدم اول یک پورت مجازی رو اینستال بکنید و نصب بکنید. این رو اینستال بکنید، این روی مود نرمال باشه. اینجا هم IP HMI رو وارد بکنید 192.168.1 برای من 113 هستش. این رو اوکی بکنید. این رو همین دیفالتی که اینجا گفته قرار بدید. این رو هم روی 2000 باشه و PLC کانکشن. شما دارید از کدوم کام استفاده میکنید؟ ما گفتیم کام 2 ما برای دلتا بود، کام 1 اون برای فتک. خب من این رو روی کام 1 قرار میدم، یعنی ارتباطم رو میخوام اول با فتک انجام بدم و اینو اپلای میکنم. خب توی ادامه کار من توی نرم افزار وین پرو لدر میرم و اینجا پروژه‌ای رو که از قبل ایجاد کردم رو باز میکنم و توی قسمت PLC آنلاین اوتو چک رو میزنم و کام 8 رو انتخاب میکنم. اینجا من همونطور که گفتم ما برای بار اول که اینستال رو میزدیم یه کامپورت مجازی برای ما ایجاد کرد که کام 8 رو بهش داده بودیم. بخاطر همین ما همین کام 8 رو اوکی میکنیم و منتظر میشیم تا ارتباط برقرار بشه. توی نرم افزار VNC مونم اگر بیایم ببینیم، یعنی توی HMI خودمونم اگر بیایم این رو ببینیم، میبینیم که الان این کامپورت یک ما نشسته اینجا. خب توی استاتوس پیج من میرم و این رو وضعیتش همونطور که میبینید الان وایدو آن هستش و کنترل من، وضعیت کنترل من روی نرمال هست، یعنی مانیتورینگ من الان برقراره. خب من این رو یه بار آفش میکنم. خب ارتباط اوکی هست. اگر من این رو روی 2 قرار بدم، ارتباط من صرفا دیگه الان آپلود دانلودی و آنلاین شدن با PLC و مانیتورینگ دیگه کار نمیکنه. یعنی اگر من این رو آن بکنم خروجی من فعال میشه، ولی توی مانیتورینگ من دیگه تغییرش رو همونطوری که میبینید نمیبینم. توصیه میشه بعد از اینکه آپلود دانلود برنامه‌تون رو انجام دادید این رو مجددا روی 0 قرار بدید و توجه کنید که قرار دادن این کنترل ورد، یعنی به نوعی این رجیستر کنترلی روی 2 باعث افزایش سرعت شما توی آپلود دانلود گرفتن با PLC تون میشه. خب اینو من مجددا روی 0 قرار میدم تا ارتباط مانیتورینگ من همونطوری که میبینید دوباره برقرار میشه. خب این ارتباط انجام شد و من این رو میبندم این پروژه رو. خب قدم بعدی اینه که من با این دوتا PLC هم بیام و ارتباطم رو برقرار بکنم. بخاطر همین کامپورتم رو روی 2 قرار میدم و اینتر میکنم. خب توی این قسمت من برای 12 سه‌ای پروژه‌ای رو از قبل دارم و اینجا توی قسمت آپشن کامیونیکیشن ستینگ همونطور که می‌بینید کام 8 مجازی رو من انتخاب میکنم و اوکی میکنم و با PLC آنلاین میشم. خیلی ساده. و استیشن نامبر 3 که اینجا من داده بودم رو بهش میدم. حالا اگر اینجا من بیام و Y1 رو اینجا بیارم و این رو هم اجازه بدید بیارم این سمت، اینجا به این صورت، مجدد اینجا اگر من این رو آنش بکنم میبینید که آن میشه. اگر مجددا بخوام این رو من روی 2 قرار بدم ارتباط مانیتورینگ من از بین میره. همونطور که اینجا دارید میبینید مجددا ارتباط مانیتورینگ رو من برقرار میکنم، بهش 0 میدم، اوکی میکنم و دی 20 رو هم اینجا میارم تا مقدار کاش هست رو اینجا میتونیم ببینیم، میتونیم این رو تغییر بدیم. و حالا اصلا میخوایم برنامه رو بحث آپلود دانلود رو انجام بدیم. من این رو روی 2 قرار میدم، مانیتورینگم رو میبندم تا بتونم ارتباط سریعتری داشته باشم. اینجا بیام و یه سری تغییرات رو ایجاد میکنم. به عنوان مثال
بزنم LDM 100 بیاد اوت بکنه برای من وای 3 رو. البته اینجا من این رو آوردم، وای 2 رو من اینجا میارم و دانلود رو انجام میدم. میبینید که الان عمل دانلود من هم انجام میشه. بله دانلود شد و میتونم ارتباط آنلاین رو انجام بدم. مجدد بیام توی اینجا وضعیت مانیتورینگم رو حالت نرمال انجام بدم، برگردونم و تمامی موارد رو انجام بدم. خب PLC آخرمون هم 12 تو اون رو هم بریم انجام بدیم. دیگه نکته خاصی نمیمونه. من اینجا اگر این رو هم باز بکنم صرفا کافیه که من استیشن نامبرها رو درست وارد بکنم و بقیه موارد هم ارتباطاتش برقرار میشه. البته من استیشن نامبر رو باید روی 4 قرار بدم، چون همونطور که گفتم رو روی 4 قرار داده بودم و اگر آنلاین رو بزنم ارتباط من برقرار میشه. توی جدول وقت هم میتونیم این رو ببینیم، یعنی من وای 0 رو بهش اختصاص میدم. همونطوری که میبینید الان اینجا خاموش هستش. اینو میتونیم روشن بکنیم. یه لحظه من توی برنامه برم ببینم وای 0 رو جای استفاده کردم یا نه. بله من اینجا وای 0 رو استفاده کردم. میتونم این از طریق برنامه تغییراتش رو ببینم. به این صورت ست آن میکنم، اینجا روشن میشه و مشابه همون مواردی که گفتیم میتونیم اینجا این رو روی 2 قرار بدیم، آپلود دانلود انجام بدیم و مواردی از این قرار. اگر توی پروژهتون احیانا سوالی داشتید در رابطه با سرویس پس درو، میتونید با پشتیبانی ما در ارتباط باشید.